چطورین؟ این در باز میمونه از اینجا نترسی. من متوجه این شدم. امروز اومدیم خودمون رو زشت کنیم. من ذاتا زشتم ولی اومدم امروز آرایش کنم که زشت‌تر بشم. اولین قابل زشت شدنی که عینکو داریم. من بدون عینک خیلی قیافه. من عینکم صفر شمارش. میتونید عینک شمارش صفره. ولی میذارم چون احساس میکنم قیافم بهتر میکنه. دومین قدم زشت شدن منی که موهام ببندم. من وقتی موهام میبندم کلا قیافم 10 برابر زشت‌تر میشه. شدم 100 برابر. نمیدونم. خب الان آرایش نمی کنیم، ما خودمون زشت‌تر میکنیم. پس اول من بخاطر اینکه پوستم به گاج نره مرطوب کننده میذارم. مارکش اینه نمیدونم چیه، مهم نیست مارکش. میزنیم به پوستمون. تمام سریع باشم قبل اینکه مامان و بابام بیان باید اینو تموم کنم این آرایشو. فارسی حرف زدن به من اخیراً سخت شده. خب من فارسی حرف زدن به من اخیراً سخت شده چون که من حالا دیگه تو منطقه ترک نشینم، تبریزی من. بعد دانشگاه خوبی قبول نشد. هم منطقه آذربایجان شرقی قبول شدم، یه جایی هست اسم سراب و این گونه شد که نه تنها رفت نشد این مشکل این مشکل ادبیات فارسی، بلکه بدترم شد. یه حرفای ترکی یاد گرفتم که نباید یاد میگرفتم. خیلی اتفاق بدی بود. خب الان من کرم پودرم ندارم، پس ضد آفتاب میزنم. نصف شبی ضد آفتاب بزنیم. من ضد آفتاب کرم پودر دار میزنم. نمیدونم چرا بزنیم. این همه میزنیم. بقیه آرایش میکنن خوشگل میشه، من آرایش میکنم زشت میشم. اگر هدف از کلی میدینه که زشت بشم، طبعا آرایش عادی قرار نیست داشته باشم. خب دیگه کجا بزنم؟ تمام شد دیگه. دماغ هم شاید گنده است. الان متوجه شدم. خب من کرم پودر و فاندیشن و این چیزا ندارم، بس به همینا بسنده میکنم. ضد آفتاب کرم پودر دار میزنم من. خب تمام شد. این از زیرسازی. الان من مراحل دقیق نمیدونم چون غیر از خودم دارم. طبعا من کاری که میکنم یعنی این آرایش روتینمه. این کاری که الان میکنم جز آرایش روتینمه. بلاش که نیست. بلاش میگم چه میگن؟ رژگونه که نیست. رژگونه قهوه‌ایه. نمیدونم چطور رژگونه‌ایه. بهترانم ببینید. چقدر زیاد زدم. زیاد میزنیم. حرف اینجا قرار زیاد قرار زشت بشیم. قرار نیست اصلا سعی کنیم خوشگل بشیم. پس زیاد میزنیم. واو چقدر زشت شد. شاید فکر کنید که آقا این دوربینه، با این دوربین همیشه میشه دید، ولی چون گوشه من شیائومی آیفون این چیزی نیست، این عملا 1/10 بعدیشو نشون میده. اوکی یکم هم اینجاها بزنیم. بوم 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 گرل چقدر ریدیم. خب الان من نظم و ترتیب حالیم نمیشه. میریم سراغ کانتور. کانتور با چی میزنن؟ سواله. اینو خیس کنم. خب خیس نمی کنم. کانتور رو اصلا اینجا بزنیم. ولی من بلد نیستم. کجا باید بزنیم؟ اوکی اول دماغمو میزنم، ولی چون قرار نیست خوشگل بشم قرار زشت کنیم. شکرید. بذارید سعی کنم درستش کنم. خب درست نشد. ریدم. خیلی زشت شد. واو چه صداییه. اوکی من فقط الان میزنم، مهم نیست. اوکی کانتور زشت که نمیزدن، مهم نیست. الان قضیه که میخوایم زشت بشیم، پس بدون قاعده کار میکنیم. مثلا کجا بزنیم؟ اینجا هم بزنیم که مثلا زشت بشیم.
اینجا هر کجا میزنن؟ کانتور رو واقعا کجا میزنن؟ من سواله. اینجا هم بزنیم. خونه همینجور کانتور بزنیم. این چه سمی بود؟ من بلد نیست رو بزنم. خب الان اینا چی کار کنم؟ بیاخم. اوکی. نمیدونم قرار هتا دیده بشه. هتا از اینقدر خوب دیده میشه. قرار من زشت دیده میشه واقعا. اوه شیت نباید اینقدر محکم میزنم. پوستم به شوخ میره. واو. احساس میکنم صورتم عضلانی شد دیگه. واو ریدم ها اینجا شو ریدم. واو الان تاثیر کانتور رو اینجا فهمیدم. ولی زشت نشد. انسان داشتم خیلی زشت بشه. زشته ها ولی خب اونقدر زشت نیست که نشناسنم. میفهمی چی میگم؟ هنوز قابل شناسایی. اوکی چطوری زشتش کنیم؟ دارم فکر میکنم. ایده ندارم. بذارید اینجا هم بزنیم. من دیدم اینجا معمولا کانسیلر میزنن. ولی ما الان کانتور میزنیم. اوکی اینجا هم یادمون نرفت. ولی زدم. اوکی بیاید اینجا بزنیم. اصلا نمیدونم چی کار میکنم. یعنی بزنیم. Girl damn. من الان به این هفته چهارشنبه امتحان فیزیک پزشکی دارم. یعنی چی نخوندم و دارم اینجا آرایش میکنم. اصلا علاقه به درس توی من داره موج میزنه. چرا زشت نمیشم؟ دارم مشکل پیدا کنم. زشت نمیشم. زشتم ولی زشت قابل تحملیم. چرا قابل تحمل نیستم. خب سایه اگه زشت بشه شما ترکیبی از آبی نیاز دارید. آبی روی نه قبل آبی باید که بمونه ما به کانسیلر نیاز داریم. کانسیلر باز بشه. کانسیلر رو من اینجا ها میدونم و اینکه ترسناک بشه همه اینجا میزنم. کانسیلر اینجا رو میزنن. بعد اینجا رو نوکش هم بزنیم. قراره زشت بشم. چرا من خودم خوب آرایش میکنم. نمیخوام من میخوام زشت شم. چیکار کنم؟ نمیدونم چی کار میکنم فقط میزنم. آقا من میخوام زشتم به قرآن من میخوام زشتم. توی سایه میتونم ولی زشت کنم خودم. سایه رو من خوب بلدم برینم. اوکی چرا من به خودم آینه نیاوردم؟ دارم با همین دوربینه جلو میرم احساس میکنم قراره برینم. اوکی that's what we call beauty. واو خیلی ریدم. اینو کامل فهمیدم ریدم. الان شد زشت. واو خیلی بد شد. خوش آمد. همین میخواستم. همینقدر زشت میخواستم. بعدش الان وقتیه که ما بیام خودمون عملا زشت کنیم با این سایه می‌بینید چی شده؟ از بس استفاده کردن دیگه رفته. با این خب اول چه رنگ؟ اول به نظر من قهوه‌ای. واو دیم چرا هیچی رنگ نمیده؟ رنگ میده. شما تفاوت ملاحظه میکنید. دیم نمیدونم هیچی نمیدونم. چرا زشت شدن اینقدر طول میکشه؟ چرا من اینقدر زشتم دیگه نمیتونم از این بیشتر زشت باشه. اوکی خیلی سعی میکنم برینم تو قیافم. خودم از بس ریده است اینطوریم. اوکی that's what we want. زشترش کن. برین تو قیافه ریدت. We can do it girl. چرا انگلیسی حرف میزنم مثلا؟ برین تو قیافت دختر. ریده شد. واو دیم خب و اگه ریدمان بیشتر بشه ما الان عملا به یه سایه آبی نیاز داریم. سایه آبی هر جا که باشه میرینه.
مهم نیست کوه و دره و دشت، فقط تو کار ریدن. Damn girl, we're reading یعنی داریم میرینیم. Girl چقدر باحال شد. Damn girl ریدم. خیلی بد، اصلا تو زدنم ریدم. Girl damn الان تمیزش کنیم. اوکی. Damn بیرونی ها رو روشن‌تر بزنیم. Damn girl ریدیم تو یا همون. Damn wow that's what we want girl. چقدر بد ریدم. میخواستم اینقدر بد نمیدم. خب این از اولش. بعدش ببین من یه چیزی خریدم و از خریدنش با تمام وجودم پشیمونم. ریمل ابر. ببینید این اصلا ریملی که میزنه انگار سیبیله، واقعا انگار سیبیله. اوکی let's do this girl. واو ببینید هیچ اصلا این عادت نمیزنم با این. مقایسه کنید خیلی بده. اصلا فروشنده گفت واو خیلی خوب، اصلا ابروهاتو یه جوری نشون میدن ببینید تفاوت. That's what you wanted girl, that's what you wanted. Okay let's do this. let's برین تو قیافت. آره خودش برین تو این قیافت. واو damn that's it that's واو دیدم. در این حد دیگه نمیخواستم بریم. اوکی that's what we wanted. اوکی یه دونه هم خال بذارم مثلا اینجا یه خال. واو شاهکار شد. سیبیل این سیبیل هم کار بیاد. واو خیلی بد. خیلی damn سکنم رو ریشا جدی نگید بس من طور کردن. سکنم بذاریم. damn girl that's it girl we hit it girl ای وای یادم was تصویر قبلم عکس بندازم. اصلا مغزم کار نمیکنه. خب بعدش چیکار کنیم؟ بعدش ریمل خیلی میزنیم که بد دیده بشه. من تجربه داشتم ریمل زیاد بزنیم بد دیده بشه. چرا وقتی ریمل میزنیم دهن باز میمونه؟ من نمیدونم. بیشتر میخوام. Damn girl that's what I want. girl that's what I want. الان میرسیم به بخش روش. حالا اینو روش نیست، یادم روش نمیدونم. اینو میزنم حالا. Damn girl that's what we want girl. خاله که هاینیه که این خای دندان انزدن احساس کنم. wow beauty. الان از بین این چی خوبه؟ یه برق لب خوبه. برق لب that's what you want girl. برق لب اصلا برقش معناشه ولی اینو ریدم توش. اینو نباید جه میزدم. اوکی اون کل رنگش قرمزده هم میشه ولی خب مهم نیست. Damn girl that's what we wanted. بریم عینک اونم بزنیم. واو اصلا girl وای داده بقیه شدیم همین دیگه. همین شد. کار خاص دیگه نمیدونم بکنم. شاید میتونم بکنم و دم و دستگاه هایی که مونده یه دم. من روشگونه کم زدم. خیلی کم زدم. Damn girl
اوه شت ریدم، اینو ریدم، این یکی رو عملا ریدم، خیلی بد ریدم داشت اینو خیلی انتظار یکی وای اینا نمیرن، اینا من ریدم وای نباید رایشون نمیزدم. خب عملا ریدم، کاش نمیزدم اون بخشو. ریدم ولی خب همینه دیگه اساس زمانی آخرش واقعا ریدم. خب تا دیداری تا بیدار دیگر بدرود